الان این سالهای اخیر برای اینکه اون وعده ها را مردم معتقدند که محقق نشدن و اقتصاد چنان ضربه خورده الان که روزانه امروز شب که بخوابیم شب بخوابید فردا میبینید تا این پول ما افت کرده است، روزانه افت داره و این نشان یک اقتصاد متزلزله و اگر ثبات اقتصادی نباشه زندگی مشکل میشه. شما بخرید بفروشید ارزان و بخرید گران، چی میمانه برای کاسب، برای تاجر؟ تاجر به چه امید تجارت بکنه؟ و مردم همه از داخل تنها تجارت نیست که با تومان ایرانی باشه، بالاخره تجارت های بیرونی همه با دلار، همه با ارز خارجی هم، پول خارجی هم. مردم امارات وقتی با مردم ایران معامله میکنن روی درهمه، روی دلاره و لحاظا دلار حساب میکنن. ما هم اگه چیزی بپروشیم دلار میگیریم، از دیگران بخرین دلار میدیم و لحاظا وقتی که این پایه و ستون الان لرزش و داره تکان میخوره، ثبات نداره، خیلی مشکل بزرگ و از همه مهمتر ثبات سیاسی اگر نباشه و سیاست ثبات داشته نباشه و تزلزل سیاسی باشه، آزادی های سیاسی نباشه، او سیاست وقتی که ضربه میخوره و نه تنها سیاست دچار ضربه میشه، اقتصاد و سیاست میزنه، سیاست و اقتصاد با هم. و من این فکر کردم که اقتصاد ما را اگر همه اقتصاددانان دنیا را شما جمع بکنیم متخصصان، برای ما نمیتونن کاری بکنن، چرا که این با اقتصاددانان حل نمیشه، با سیاستمداران حل میشه. سیاستمدار وقتی که در کشور مغزای متفکر، مغزای سیاسی و انسانهای شایسته وقت سیاست داخلی و خارجی را تنظیم بکنند و برنامه ریزی بکنند و سیاست ثبات پیدا بکنه، اقتصاد هم ثبات پیدا میکنه. اون وقت ما نیاز داریم به اقتصاد. حالا هیچ ما نیاز به اقتصاد نداریم. بعضی میگه که مدیران اقتصاد بلد نیستن. بابا اگر مدیران اقتصاد بلد باشه چه کاری میتونن بکنن؟ مدیر شب بخوابه برنامه ریزی بکنه، فردا ببینه که دلار بالا رفته و تو من این مدیر درسته معجزه که نمیتونه بکنه. اقتصاددان با اقتصاددان درست نمیشه، با مغز اقتصادی هیچ کاری نمیتونم بکنم. کسانی که شعار دادن، همه این رؤسا که میگن شعار میدن و شعار دادن که ما اقتصاد درست میکنیم. معیشت مردم، آقا چه معیشت مردم؟ معیشت کجایه؟ مردم پریشان و این دو پایه عجیبه. اگر این دو پایه را شما نادیده بگیرید دیگه هیچی نمیمانه. اقتصاد باید صحیح باشه، ریشه‌ای باشه. این ملکایی هست که 100 سال محلا دقل ما 50-60 سالش را که ما یاد میدیم، حالا جلوتر ما کوچک بودیم، بالاخره این عرض کنم که اقتصادشون هنوز همون یکیست، هیچ تکان نخورده. بعضی کشوران مردم بالاخره اگر ما نتوانیم جای سفر کنیم ولی مردم ماشاءالله دنیا را دور میزنن و میبینند که کشورها مثلا اقتصادشون هنوز تقویت شده، ضعیف نشده و این در مدیریت